عباس برو اومده گفت که در نهم کیلومترم گفت شما رو نگه دارم. ما رفتیم موهی مایده چده ایستو گرفتیم حاضر همون در رفته ایستیم پیشم رفته راه پروبکا بود با طرف رفتیم که باید که دیوار ناسوز آخه که ارکای بین بلوگرها همین که عباس غرمیه ریکی وای هم با همه صفات دورم میتونیم که ما واسه کنیم. وای ها شما با امر خدا کسی که مثلا همین عباس غرمی را گپی خوب میگه یک نیتی نگ میکنه یک گپ روح خوب نشونش بده ان شاء الله ثواب میگیره. ما باید خیر نباشیم. بهترین کاری خیره بهترین کاری خیره و باید دستگیری کنیم. ما وقتی که میگن که برادر با برادر خودش رحم نداشته باشه و من میگم که ایمانش سسته بچه لایک بزنه شیرینه کوشت میدونی که همه ببینم اصلا مردم همه تماشا کنن. سلام علیکم بچه‌ها، ما رسیدیم. عباس زنگ بزن در ترمینال پیش عباس اومدیم. نمیبرد او را عباس فایو کرد اینجا. عباس عباس بیا اینا اومد علیکم بر سلام و رحمت الله و برکاته. سلامتی چی الحمدلله بابا سوزا بوزون تنجی سلامتی سوزا اینجا بعدم چوکای تنجی هیچ اینم محتاج به ناخونی پای شما زنده باش. ما همه چی وعده کردیم که ان شاء الله با امر خدا با وعده مستوره داد مستر بابی جون خدایا خداوند کریم دائما برای کوتو که شویش کوتو که اول خونه خدا رو نصیب زیارت بگردنای قش قوالا خدا نگاه تو داره او آدمایی که نسبت ما و شما غیبت نکنن خدایا خداوند کریم با دعای خدا گریفتاشو کنه دعای دعام نگی الله مهربان مستجاب شد با وطن دشمنایی که نسبت ما و شما بدی دارن خدایا خداوند کریم باید صدمت بشوشو کنه دعای نیک تبسمی خنده باشه دعای نیک حال میدوده که خدایا سینجر محمد گلمویو برو روزیت گلمویو برو ببینا برو شو برو جاتت خبرو شو اینا گلمویو ایو زنده بودن اكيد تز وای میکنه گلموی زد میمرده گلموی تو وردم اما بدونی برادری کاند من کاندی سفید تو وردم برادری کاند سفید انا که برادری نباتم نه نبات تو وردم نبات انا که یک موهی منم که موهی بوبیگی تو وردم موهی بوبیگی بروش علی موهی بوبیگی تو وردم ابا بخفا موهی اسورا او انا بچو اینا خرید چه بردارش اینا بچو من همین برادرها ما وعده کردیم شما با امر خدا با عباس جون آوردیم و چی گفتنی هستیم گفتنی هستیم که برادرها همه عباس جان برادری قندی من میخوام که همه وقت همه عباس جان دستگیری کنین تلفنش کنین بیاین فقط دعای خوب دعای نیک فقط برای جوانا برای مثال برای وطن برای پیشرفت برای همین وطن مشکل گل شکفانه برای همیا نوار کنیم الحمدلله مثال حرمت احترام کلانا مثال حرمت احترام زن مادر حرمت احترام مثال فرزندای مثال نبرکا همین که باید ما نوار کنیم ما نبیم اگه عباس سرش ویرون کنیم بگیم که یکم گپای قبیح گپای ناسوزا بگم ایجا تو عباس جان فقط دعای نیک میکنی انشاءالله خدمه که همین گفت که یکم کسا دشنام و حقارت که بگو که برای پیش من بگو من خیلی نوار نمیکنم حضور احمد بابی خب شورا جان چی گفتنی هستی؟ من گفتنی هستم که هر مرد شتردار اویس قرنی نیست هر شیشه گل رنگ عقیق یمنی نیست جایی که برادر با برادر ندارد رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست. ما هممون برادریم ما هممون تاجیکی سربلندیم تاجیک در برادر هستن او بیگانه پرستی نکنه بیگانه هیچ وقت با شما برادر نمیشه تاجیک چیکل باشه نباشه تاجیک برادری خدمت من تاجیک برادری خدمت زنده و سربلند باشه عباس جان حیات باشه و دایمش کپون باشه عباس جان دیگه وقتی دعا میکنی
در وقت داد اقرار نکنه وقتی اقرار آدم نیست، دستش تمام. برداره رو به الله میکنه وقتی اقرار میکنه اوجه گناه به حد عظیم است تمام دیگه. نه که دیگه نه اقرار برو بخشی حرکت نکشی کن. دیگه نه حرکت نکن. فقط دوای نیست زنده باشی مالی برادران سلامت باشی